کوکاکولایی که عاشقشم 2 تا طعم داره که تا حالا تو عمرم نخوردم. بریم با هم تستش کنیم. اولی که خیلی مشتاقم برم سراغش کوکا با طعم وانیل. درشو وا کردم بوی وانیل خورد تو صورتم. انتظار داشتم سفید یا کرم باشه. رنگش تقریبا رنگ همون کوکای معمولیه. قند و شیرینیش احساس میکنم کمتره و طعم وانیل داخلش خیلی کامله. البته چوسی نباشه اورجیناله دیگه، از اون ور آب اومده. ولی نوشابه‌ای نیست که هر روز بخوای با غذات بخوری. بعدی کوکا با طعم چری یا همون گیلاسه. یه بوی آب نبات ترش ازش میگیرم. طعم گیلاس نداره ولی ترش و خوشمزه با قند خیلی پایینه. به نظرم طعم هر دوشون خیلی خوبه ولی اگه هر روز بخوای بخوری دلتو میزنه. اینم دقیقاً انگار کوکاکولا رو ریختی آب نبات ترش انداختی توش. لایک ویدیو فراموشتون نشه.